برقی و گازی، حسابدار با دانستن کامپیوتر، سیستم کامپیوتری و اینترنت، نویسنده، شیفتراش، بیناکار، نقشه‌گری برقی برای خواجگی جنگل جمهوری تاجیکستان متخصصان را تیار می‌کنند. این زمان در لیسه 14 نفر استادهای بزرگ تعلیم می‌دهند. امروزها در مؤسسه سابقه‌داران ساحه سفر خاطرات، حسن عبدالرحیم، رجب سعیدجان، خالد زاکر، غلام و مرحبا، بهرام و فریده، حسین و محموده، سلطانقل و بولینیسا، رحیم و حامید، سعید و باقرجان، ایمان و دلسره، رجب و نزیای و دیگران کار و فعالیت می‌نمایند. این زمان راهبری مؤسسه را اعلاجی ساحه مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان، عضو اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان قادری عبدالعلی و اقدام پنجکент در مجموع زمین‌های کشاورزی زیاد کرده‌اند. همزمان با دستور سفارش به واسطه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان تمام سال‌های 99 برای دستگیری ساکنان دهات هزاران هکتار ساحه‌های زمین پرزیدنتی جدا شد. با مقصد اجرای دستور سفارش‌های اساسگذار حکومت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، رئیس ولایت صوب محترم رجبای احمدزاده، کشاورزان پنجکент جهت زیاد نمودن میدان‌های کشت کارتشکا، شاهی، سبزوار، اجرای برنامه‌های باغ و تاک پروری، ماهی پروری، زنبور پروری، پرنده پروری، زیاد نمودن سرشمار و محصولات شیرین و گوشتی، تأمین بازار استعمالی و مساعدت در اقتدار صادرات
مکتب ما استقلال، مقصد و مطلب ما استقلال، بهترین مکتب ما استقلال. استقلالیت بالاترین و با ارزشترین دستاورد ملت تاجیک در مسیر 10 اصلی آخر می باشد. شکر وحدت، شکر دولت، شکر استقلال ما، شکر نعمتهای افزون، شکر بر اقبال ما. پاینده باد تاجیکستانی صاحب استقلال. ممنونان عزیز و ارجمند، با همه مراسم ادامه راهبرداری نمایندگان تمام ساحه‌های خواندگی خلق شهر باستانی پنجکент و انجام می‌رسید. بار دیگر به سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان مبارک. حاضرین گرامی، امروز ما شاهدی یک راهپیمایی آسایشته مردم شریف پنجکент باستانی به‌نهایت به‌نظر خود امروز با دیگر ثابت کردند که تاجیکستان ما با قدم‌های استوار روی آماده کردند، اشتراک کردند، همراه ما بودند و تمام مردم شریف پنجکент باستانی تشکر می‌گویم. بار دیگر جشن استقلال مبارک پنداران می‌دهیم. سلامت و سربلند باشد. تشکر. ماشینی و تراکتوری جشن بودند. Дорогие братья и сестры, берегите себя и своих близких. Дай Аллах вам здоровья и счастья. Подпишите на канал, поделиться видео с друзьями. Пожалуйста, не забывайте лайк и комментарии. Чтобы сделать этот канал еще более интересным, приглашайте своих друзей.